خانم دکتر توی این ویدیو میخوایم با هم در مورد روانشناسی زرد یا همون روانشناسی عامه پسند صحبت کنیم. اول حالا تعریف خود شما رو از روانشناسی زرد بدونیم تا برسیم حالا جلوتر با هم بیشتر صحبت کنیم. روانشناسی زرد روانشناسی هست که غیر اصولیه، غیر حرفه‌ایه. در واقع اون بسترها برای کار اصولی کلینیکال و درمانی وجود نداره. چیزی که ما توی اینستاگرام خیلی وقتا میبینیم، تو سوشال مدیا میبینیم، توی سخنرانی ها میبینیم، توی کتاب ها میبینیم و در واقع اثری که مردم از اونها میگیرن و توقعاتی که از روانشناسی دارن خیلی وقتا با روانشناسی سالم سازگار نیست. بهش روانشناسی عامه پسندم میگن، جذابم هست. شما گفتید غیر اصولیه، خوب نیست و اینا، پس چرا انقدر جذابه برای مردم؟ اینکه نیاز به تغییر نداره، نیاز به رنج نداره. خیلی وقتا مقصر ما نیستیم، همیشه همه افراد دیگه سمی هستن و نهایتا چیزهایی که انسان ها میخوان رو میگه در واقع با سرعت خیلی کم میتونن به دست بیارن و خیلی وقتا تأمل و تفکر برانگیز نیست و ما دوست داریم یه وقتایی که حالمون خوب بشه تو لحظه و روانشناسی زرد میتونه به ما همین کمک رو بکنه که تو لحظه احساس کنیم داره تغییری بدون اینکه تلاشی بکنیم اتفاق میفته. کدوم بخش روانشناسی زرده که داره اون تأثیر منفی رو میذاره؟ اون حرفای قشنگه که خب اون حرفای قشنگ و بعضی از خود تراپیستا هم میزنن جلساتشون، یا اون وعده های سریع یا اتفاقاتی که بدون عمل و شاید به قول شما رنج داره اتفاق میفته؟ همه اینا که گفتین هست و اینکه خب تراپیستا گاهی اوقات به مراجعینشون امید میدن، خیلی وقتا باعث میشن که اونها حسای خوب داشته باشن. یه بخشی از روند درمان هست، چون من اگه امید نداشته باشم چطوری میتونم کار درمان برای مراجع انجام بدم؟ ولی توی روانشناسی زرد بحث اینجاست که ما احساس میکنیم که داره شرایط عوض میشه در حالی که اوضاع داره بدتر میشه و این بخشش بیشتر آسیب میزنه که ما فکر میکنیم آنچه که توی اتاق درمان تجربه میشه رو قرار بیرون هم تجربه کنیم و اصولا کسایی که طرفدار روانشناسی زرد هستن خیلی به روانشناسی سالم و واقع بینانه علاقه و گرایشی ندارن. این مخالفت شما به خاطر این نیستش که خب روانشناسی زرد یه جورایی داره برای تراپیستا یه مشکل ایجاد میکنه دیگه؟ یعنی داره خیلی وقتا پیشگام روانشناسی زرد خود روانشناسا هستن، یعنی خیلی وقتا روانشناسی زرد رو دارن همکارای ما میبرن جلو و من فکر میکنم که خیلی وقتا شرایط رو براشون به لحاظ کاری و شغلی و اینا میبره بالا. خیلی ها مدرک دارن ولی دارن کار روانشناسی زرد انجام میدن، خیلی ها مجوز دارن و دارن کار روانشناسی زرد انجام میدن و یه جورایی مبلغ این داستان هستن. من اصلا فکر نمیکنم که روانشناسی زرد رو دارن غیر روانشناس ها میبرن جلو. یه جاهایی داریم سلبریتی هایی که تحت عنوان روانشناسی زرد هستن ولی خیلیشون اصلا روانشناس نیستن. یکم بررسی کنیم متوجه میشیم که اونها دانش آکادمیک این موضوع رو هم ندارن و شغل روانشناسی در جامعه کنونی در کل دنیا شغلیه که باید بیس آکادمیک داشته باشه، ولی اینکه چجوری ما به کارش میبریم میتونه زرد یا سالمش بکنه. در مورد این آکادمیکی که دیگه صحبت کنیم، داریم همین الان، حالا اسمم نبریم، افرادی هستن که خوب صحبت میکنن، مردم به حرفاشون گوش میدن و دنبال کننده شونن ولی آکادمیک نیستن دیگه. بذار مثال بزنم، مثال خوبشون رو بزنم، مثلا مجتبی شکوری. در رابطه با آقای مجتبی شکوری من اتفاقا خیلی ایشون رو میپسندم. ایشون هیچ وقت ادعای روانشناس بودن نداشتن، وارد حیطه روانشناسی شدن چون جز علاقه‌مندی هاشون هست. او حداقل اینه که خیلی وقتا انسان به نظر من باهوشیه، صادقه، خیلی وقتا با مطالعات داره میره جلو و هیچ وقت حرف از این که این مدلی خودتو درمان کن حداقل من نشیدم. پادکست هایی بوده گوش کرده و مطالعاتش زیاد بوده و هر کسی که این مطالب رو داره گوش میده ممکنه حتی تغییر کنه، تأثیر بپذیره، چون خود او انسان آگاهیه تا جایی که من میدونم و به عنوان روانشناس هیچ وقت من جایی ندیدم و نشنیدم که او
مراجع بپذیره یا ادعای کار درمانی داشته باشه و هر کسی تو هر حیطه‌ای که هست میتونه اثرگذار در جامعه باشه. مخاطبی که دنبال روانشناسی هست باید آگاهیش رو ببره بالا. من نمیتونم به آقای مجتبی شکوری بگم حرف نزن، چون قشنگ حرف میزنی، چون مؤثر حرف میزنی، چون داری با مطالعه حرف میزنی. شاید خیلی وقتا من خیلی کم پادکست گوش میدم، ولی پادکست های ایشون رو به واسطه مراجعینم گوش کردم و خیلی وقتا نقدی بهش ندارم و اگر نقدی هست چون روانشناس نیست با او کاری ندارم. ولی اگه یک روانشناس با ادعای روانشناسی بیاد این چنین صحبت بکنه ممکنه چالش داشته باشم. او داره تأثیر میذاره، داره تغییر میده، داره خیلی ها رو تشویق میکنه که درون نگری کنن، خودشون رو مطالعه کنن، ولی کار درمانی نمیکنه. چون کار درمانی یک بستر خصوصی توی فضای بسیار رسمیه که یه مراجع با درمانگر جلسات رو باهاش حالا جلو میبره. چه ضررایی داره برای اونایی که حالا کلا فقط روی این افراد زوم کردن؟ یکیش اینه که کار درمان اتفاق نمیافته. درمان باید در یک ارتباط 2 نفره پیش بیاد، چون خیلی اختصاصیه، خیلی یونیکه، خیلی تجربه خاصیه و هر کسی تجربه های متفاوتی داره. باید متمرکز بشیم روی آسیب های اون آدم، روی گذشته اون آدم، روی ژنتیکی که با خودش به دنیا آورده و اتفاقاتی که پیش اومده، روی نگرشش، روی شخصیتش و همه آنچه که او رو تشکیل داده و در یک بستر گفت و شنود و شنیدن بسیار اتفاق میفته. ما با پادکست ها و طرح سوال ها در واقع نمیتونیم درمان ایجاد کنیم. چرا؟ تغییر آره. الان من دارم با شما صحبت میکنم، روانشناس هستم، سالهاست دارم که کار تراپی انجام میدم، ولی این برنامه و این ویدیوها قرار نیست کار درمانی رو برای هیچ کس در دنیا ایجاد کنه. میتونه در اونها یه آگاهی ایجاد بکنه که من هم میتونم برم و توی درمان تغییراتی رو در خودم ایجاد کنم، اون هم به سختی ایجاد میشه. وگرنه هر گفتگوی مؤثری، حتی مؤثر به معنای درمان نیست و آقای مجتبی شکوری یکی از سالم ترین هاست از نگاه من. آره، چون بقیه اسما رو روش خیلی نکته هستش. بالاخره بخوام اسم ببریم، جامعه خیلی داره آقای هولاکویی رو فالو میکنه، آقای حالا دکتر شیری خیلی دارن فالو میکنن. خیلی جامعه دنبال این افراده. جامعه بی‌پناهیه، خیلی سخته. آقا تو دنیا هم این هستا. مردم گرفتار میشن، مردم دچار رنج میشن، مردم دلشون میخواد یکی بیاد نجاتشون بده و هیچ کسی جز خودشون نیست، ولی یک نفری شاید از اون سوال بپرسی بتونه یه هینتی به تو بده و تو لحظاتی احساس کنی که اوضاع ممکنه تغییر بکنه یا امیدوار بشی. ولی خود اون افراد، ما هیچ وقت صحبت‌های آقای هولاکویی که به یکی داره یه پیشنهادی میده رو فرداش نمیریم بپرسیم حالت چطوره، اوضاع بهتر شد یا نه. اونها تأثیرات لحظه‌ای دارن میپذیرن. من خیلی سخت نقد میکنم. آقای هولاکویی یه چیزی بلده، یه منشی داره، یه توانی داره، یه قدرت بیانی داره، یه دیدگاهی داره، میاد مطرح میکنه. یه سری هم میرن مخاطبش میشن، ولی با این مخالفم که او کار درمانی میکنه. حتی اگه تحصیلاتش هم روانشناسی باشه یا حتی اگه خیلی هم آگاه باشه، درمان در یک گفتگو اتفاق نمیفته. ما میریم یه فیلم میبینیم خیلی اثر میذاره، اون تراپی نیست. اثر گذاشته، تو هم تغییر دیدگاه دادی و شاید همیشه هم یادت بمونه، ولی تغییر و درمان در یک بستر سنگین و سخت و پر از رنج طولانی اتفاق میفته. همینجوری که نمیتونیم ما تغییر ایجاد بکنیم و من بیشتر دلم میخواد بقیه افراد بدونن که این تغییرات لحظه، یکی که ماندگار نیست، دو اینکه رفتارهاشون رو تغییر نمیده و نهایتاً باید بر درمان یک روزی مراجعه بکنن. ولی کسی که نمیتونه الان شرط درمان رو نداره به هر دلیلی من اونها رو منع نمی‌کنم و نمیتونم بگم الان اگه آقای هولاکویی نباشه دنیا جای بهتریه. اگه اینها نپرسن، من میگم شاید آگاهی رسانی‌های سالم محدوده. شاید مثلا یکی نمیاد بگه که پشت این تریبون توی سوشال مدیا توی سایت درمان اتفاق نمیفته. شاید جای اینها خالیه، وگرنه مردم آدما وقتی دچار رنجن دست به هر چیزی میزنن که یکم رنجشون کم بشه دیگه. یکی میره سراغ آقای شیری، یکی میره سراغ آقای هولاکویی، یکی میره سراغ پادکست‌های مجتبی شکوری، نمیدونم یکی دیگه میره پیش همه آدم‌هایی که عصبی، یکی میره نمیدونم
این مکس امینی نگاه میکنه، فکر میکنه حالش خوب میشه. خیلی سلبریتی ها رو فالو میکنن و احساس میکنن این درمان نیست. من نمیگم اثر نمیذاره، توصیه هم نمیکنم که نبینید، ولی قطعا این درمان و تراپی نیست. تراپی شرایط متفاوتی داره. البته اینم بگم خیلی ناراحت کننده است که خب طرفداران این شکل از روانشناسی بیشترن، میگم چون خیلی رنجی رو متحمل نمیشن. اگر من بخوام راجع به واقعا رنج انسان صحبت کنم خیلی غم آدم زیاد میشه، من اونها رو خوشحال نمیکنم و خب انسان ها بیشتر دنبال اینن که خودشونو از یه مهلکه‌ای نجات بدن، نه اینکه من تازه اونها رو به تفکر وادار کنم. به خاطر همینه باز فضای خصوصی درمان، فضای خصوصی و رسمی درمان رو ما پیشنهاد میدیم. اگه اسم این افراد رو بذاریم اینفلوئنسر به معنای تاثیرگذار تو جامعه، سوالم اینه که چرا یک فردی که آکادمیکه و آکادمیک روانشناسی خونده، چرا این فرد نمیتونه تبدیل به اینفلوئنسر بشه؟ الان من کسی تو ذهنم ندارم. اگه شما کسی رو میشناسین که روانشناس آکادمیکه و اصولی رفته جلو و اینفلوئنسر، بگین که حالا باش در موردش صحبت کنیم. چرا اونا تبدیل نمیشن به این مهمی ولی این افراد تبدیل میشن؟ نمیدونم، ولی خب این دغدغه من همیشه بوده. همین الان که دارم با شما صحبت میکنم نگرانم که نکنه صحبتام روی یه عده‌ای اثر منفی بذاره و شاید چون کار کلینیکال کردم و میدونم اثر گذاشتن و کار درمان روی یه نفر چقدر سالها زمان میبره، چقدر باید تمرکز کنی، چقدر باید مراقبت بکنی، تایم این نمیشه که بیام جور دیگه روی مردم اثر بذارم. خب من دنبال کار درمانم توی اتاق درمان اتفاق میفته و اینجا اتاق درمان نیست و انتخابم اینه که توی اتاق درمان باشم. در واقع کسایی که توی اتاق درمان نیستن دارن بیرون فعالیت‌های دیگه انجام میدن که خب خیلی من مایل بودم که بیشتر راجع به این که چقدر مردم باید مراقبت کنن، نه اینکه بیاید این کارو بکنید از خودتون مراقبت بکنید، برید یاد بگیرید از تراپیستتون که چطوری از خودتون مراقبت کنید. ما این شیوه رو خیلی کم داریم. سلبریتی ها و آدم ها و روانشناسای معروفی هم هستن که دارن به مردم آگاهی میدن، ولی نهایتا فالووراشون زیاد میشه، نهایتا لایکشون زیاد میشه، هیتشون زیاد میشه. یکم باید توقعاتمون واقع بینانه باشه دیگه. معروف میشیم ولی اون اتفاق باز هم با این گفتگوها لزوما نمیفته. اگر مردم دنبال تغییرن باید دنبال توقعات اختصاصی تر باشن، نه توقع عمومی. قطعا من نمیتونم هیچ پلن درمانی برای هیچ یک از مردمی که دارن این ویدیو رو میبینن داشته باشم، ولی میتونم بگم که چه اتفاقهایی توی اتاق درمان میفته، چه اتفاقهایی توی اتاق درمان نمیفته و سوشال میدیا چه اثر منفی میذاره. چون بیشتر وقتا یا روانشناسی زرد که تو سوشال میدیا خیلی بابه، خیلی وقتا ما رو به درمان دیر میرسونه، یعنی باعث تأخیر ما توی حضور در جلسات درمانی میشه و اینکه ما بلد نیستیم خیلی وقتا خودمون رو نشون بدیم و شاید هم دلیل براش به اون اندازه نداریم یا شکل آگاهی رسانیمون اینقدر جذابیت نداره برای مردم. و حق هم دارن، خود من هم برم تو سوشال میدیا حوصله حرفای جدی رو ندارم. حالا بستگی داره. آره ولی وقتی حالمون بده، خیلی خستیم، حوصله نداریم و کلا از زندگی خستیم، حوصله حرفای جدی رو نداریم و این حرفا خب خیلی جدیه. به نظر من حالا اگه اون روانشناسی که درست اصولیه اسمشو بذاریم روانشناسی سفید، افرادی که توی حوزه روانشناسی سفیدن به عنوان یه مسئولیت اجتماعی موظفن که یه کاری بکنن، بیان بالا و مردم نشون بدن که این روانشناسی زرد برای شما مناسب نیست، این موضوعات شما رو بدتر میکنه حالتون و اتفاقات زندگیتون رو. میخوام بگم که یه جورایی این که روانشناسی زرد خیلی بولد شده، محبوب شده، توپا به نظرم یه ذره زمین روانشناس هایی که دارن خوب کار میکنن و اصولی آکادمیکن، اونها هم نیومدن که این شرایط رو تغییر بدن و یه تلاشی بکنن و جامعه رو آگاه تر کنن. کار سختیه، چون بارها به خود من هم پیشنهاد شده و شاید این اولین باراست که دارم میپذیرم این شکلی خودم رو هم پرزنت کنم، ولی چند تا جراح اومدن کار خودشون رو پرزنت کردن که کار جراحی خوب انجام بدن.
خیلی من به این شکل سراغ ندارم. اونها میان مسائل تخصصیشون رو میگن و همه مطمئن هستن که فقط یه جراح از پسش برمیاد، ولی موضوع روانشناسی موضوع پیچیده و ساده‌ایه، خیلی نگران کننده است، چون هر کسی میتونه راجبش صحبت کنه و هر کسی که یه مقدار شاید خوب گوش بده، خوب حرف بزنه، خوب تشخیص بده راجب موضوعات، همه بهش میگن تو خودت یه پا روانشناسی و تخصصی بودن روانشناسی خیلی کم نشون داده شده. البته من میپذیرم که خیلی وقتا خیلی از همکاران ما هم اومدن این کاری که شما میگید رو انجام بدن، ولی کتاب‌های درسی رو آوردن تو سوشال میدیا دارن مطرح میکنن، ملاک‌های تشخیصی افسردگی و اضطراب و وسواس رو دارن میان که من خیلی باهاش مخالفم، چون ما مختص ما متخصصینه و شاید این شکل از کار کردن برای کسی که داره کار سالم انجام میده سنگین باشه و هر کسی حیطه محدودی از مسئولیت ها رو داره و محدود میتونه به آنچه که بلده بپردازه و همه شرایط این رو ندارن که بیان تو سوشال میدیا و در واقع خودشون رو به این شکل هم پرزنت کنن و شاید اصلا احساس نیاز نمی کنن و یه جورایی من احساس میکنم که در رابطه با روانشناسی زرد انگاری که ما باید به اونها معترض باشیم و اگه بخوایم مثل اونها رفتار کنیم همه جا باشیم دیگه قطعا سالم و سفید نخواهیم بود. 4 تا کتابو نوشتم، اسمشون رو میگم، اگه خوندی نظرتون در موردش بگین. کتاب راز، حالا شاید بگیم مجموعه کتابای راز. نخوندم. هیچ وقت نخوندی؟ هیچ وقت. من یادم نمیاد، ولی چون کتاب راز از اولین نسخهش میکنم سال 2006 بود اومد. قبلش هم آره اول با اون مستنده اومد بعد تبدیل به کتاب شد. قبلش هم روانشناسی زرد بود یا فکر میکنید از اونجا دیگه خیلی بولد شد؟ ببین کلا روانشناسی زرد شاید اسمش جدیده یعنی همیشه بوده. حالا الان که سوشال مدیا زیاد هست، مردم به اینترنت در لحظه دسترسی دارن، همه یه تریبونی دارن برای صحبت کردن، خیلی گسترش بیشتری داشته. وگرنه قبلا کلمات عمه درمانی، خاله تراپی و اینا در گذشته هم بوده و خیلی وقتا شاید روانشناسان هنوز هم دارن توی کارشون این مدلی میرن جلو. ما تعداد آدم هایی که رضایت دارن از جلسات درمانیشون میتونم بگم محدود هستن، چون انجام کار تراپی به صورت درست میتونه خیلی سخت باشه. کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد. نخوندم. خودت باش دختر. نخوندم. قدرت تفکر و تغییر. نخوندم. کلا کتابایی که موضوعش روانشناسی زرد باشه نمیخونید؟ من نمیدونستم اینا کتابای روانشناسی با موضوعات زرد هستن، ولی خب در انتخاب کتاب خیلی سلکتیو عمل میکنم، خیلی زیاد و شاید بعضی از کتاب‌ها رو بارها بخونم، ولی اینها هیچ کدوم نبوده و به جز اولیه حتی اسم بقیه رو نشنیده بودم. ولی نمیتونم قضاوت کنم که اینها کتاب‌های خوب یا بدی هستن. کلا کتاب خوندن به نظر من منش قشنگ و زیباییه. به عنوان سوال آخر، اونایی که خیلی زیاد درگیر این روانشناسی زرد شدن، مثال خودمو بزنم، من واقعا یه تایمی یه سایتی بود ویدیوهای انگیزشی میذاشت، یعنی هر شب باید 1 ساعت توش ویدیوها رو میدیدم و بعضا ویدیوهای تکراری، یعنی هر شب اون یه ویدیوی 5 دقیقه‌ای رو میدیدم. اونایی که درگیر اتفاق شدن، شما بهشون چه پیشنهادی دارید؟ چی کار کنن؟ اینو به عنوان اصلا یه آسیب میبینید؟ اصلا افتادن تو دام روانشناسی زرد؟ من فکر میکنم که هر چقدر ما درگیر این موضوعات باشیم بیشتر نیاز به کمک داریم. این مطالب خوندنش خیلی وحشتناک نیست، ولی وقتی تبدیل به یه عادت میشه، یعنی من یه رنجی رو هر روز و هر شب دارم احساسش میکنم و انگاری اینا مثل پانسمان عمل میکنن و انگاری برای داشتن یه روز معمولی مجبورم هر شب یک سری از صحبت‌های انگیزشی رو به خودم تزریق کنم. نمیتونم مثل اعتیاد خیلی منفی بدونمشون، ولی اگر فکر میکنن که قرار بوده تغییری با اینها ایجاد بشه، یه بازی رو مشخص کنن، ببینن که چه مدتی درگیر این موضوع هستن و آیا تغییری توشون ایجاد شده یا نه و با خودشون صادق باشن. اگر ایجاد شده ادامه بدن، اگر ایجاد نشده به یه متخصص مراجعه کنن و مسائلشون رو با اون مطرح کنن. کسی که کتاب روانشناسی هیلگارد که حالا توی ترم 1 روانشناسی خیلی میخوننش، یه جای مرجع، حالا ما از دور شنیدیم که میگن خب مرجع خیلی روانشناسا هستش، کسی اونو بخونه میتونه بگه من روانشناسم؟ خیر.
به خاطر اینکه افزایش دانش. یه چیز دیگه هم میگم، اصلا اینکه کسی که روانشناسی خونده با کسی که روانشناسه دو تا موضوع متفاوتن. روانشناسی خوندن به معنای روانشناس بودن، چون شما تاکیدتون روی آکادمیش بودن. یک روانشناس باید تحصیلات روانشناسی مرتبط داشته باشه، ولی لزوما هر کی که روانشناسی خونده روانشناس نیست و نمیتونه کار تراپی رو انجام بده. و در نهایت هم یه توصیه بخوایم بکنیم به اونایی که خیلی اعتقاد دارن به روانشناسی زرد. گفتم اگر مفیده ادامه بدن و خودشون متوجه میشن مفیده یا نه. همه ما میدونیم چه کاری درسته و چه کاری غلط. اگه از پسش بر نمیان، وقتی میفهمن این کار روشون اثری نمیذاره، شاید بهتر باشه یک جلسه، حداقل یک جلسه با یه نفر که متخصصه راجع به این موضوع صحبت کنه. تو صحبتاتون اشاره کردید به عمه درمانی خاله تراپی. اینا چی هن؟ میگم صحبت هایی که باعث آرامش ما میشن و تغییر ایجاد نمیکنه و توسط هم متخصصین هم غیر متخصصین میتونن ایجاد بشن و توش هدف و مسیری وجود نداره و خیلی زیادی مثبت نگر هستن یا زیادی بقیه رو مقصر میدونن در داشتن مشکلاتمون. خیلی ممنونم. مرسی ازتون. تشکر.